چی بگم کاش منو توی هماهنگی میکرد. غذا چی دوست داری؟ سلام و درود فراوان به زیباهای گل گلاب. چطوری آقا مهدی؟ بعد مدت ها اومدیم. بعد چند ماه من که ویدیو میدم. خب تو ویدیو من نبودی. این از این ویدیویی که الان می‌خوایم برید ببینیم. من حوصله ندارم اینترو فراد یه صد دهن ما حوصله ندارم من اونجا اینترو بگیرم. الان میگم بچه‌ها یه ویدیو داریم با فرادینا، کیکیو بهتر میشناسه. استوری گذاشته بودم، پر کردید خودتون با هم دیدین. استعلام میگیرن چیه قصه مدت خوب فیف زدم منو زندم صندلی شاگرد فقط بودم بزن. آره دیگه موضوع این ویدیو همینه. من میخورم هر موقع دارم میگیرم اینو نگاه نمیکنم، خودم رو نگاه میکنم، نمیدونم چرا، ولی برو سراغ ویدیو. بازی از این چه قراره بگم؟ بازی از این چه قراره؟ بازی از این چه قراره؟ چه قراره؟ چقدر قراره میشناسیم؟ آفرین. کجا میدونی؟ از اونجا. تو که نمیدونستی. چرا؟ قراره این چی کدوم میشه؟ فراد دوربین تو این حالت میبینه خوابش میگیره. دوربین این وری بشه بره با یه ببین. صورت انقدر چشی میخنده میخندی راه نرو میافتی. چشیش از این نخود شد. میگه میخندی بگو دیگه. گفتن یا آچه همه چی خبر دارم کنن کیکیو بیشتر میدازه کوهستر ما کجا تو این استا من خر پریرون بریم ببینیم چه خبر. چی بگم کاش منو توی هماهنگی میکرد. غذا چی دوست داری؟ سوال اول رنگ مورد علاقه تفاوته در خودت ننویس ابله پاتانه تو نه کسا وایسا خودم بلدم. خب برو بعدی. 4 بار قبل ویدیو گفتم بزرگ الان نشون بده. چرا من نشون بده؟ بنفش آبی فاطمه دوست داره. نه کدومش؟ یکیش. هیچ کدوم اینا نیست. نه سبز. به قرآن زهر تو چه میدم. رنگی دوست داری؟ من مشکی. مشکی. نه من پرسپولیسی هم ولی رنگی مشکی و اینا ماشینم هم قرمز اه کاپشنت قرمز و لباسات بیشترشون گفت فریدی قرمزه. من نخواستم. من همه لباسام مشکی دارم. راستشو چون من گفتم من لباسام سبز. اصلا مشکی هستم. وایسا ببینم. چون من گفتم سبز این داره تلافی میکنه. مشکی عزیزم. برای قرمز. اون مجازات نداره این ویدیو. چون باشه. پرسپولیسیه. خب مشکی. مشکی خب تو ریدیم جفت. تو داری از لجه این که من نه گفتم سبز مشکی. دوست دارم. من فقط خب مشکی. این مهم نیست. خصوصیات بد همدیگه رو بنویسیم اینا. یه اخلاقی که خیلی بده. رو هرسته. من نسون. عصبیه. عصبیه. خیلی قول میزن. آفرین. دست شما در نکنه ممنونم. عصبی؟ چرا؟ نه. آره خصوصیات همیشه بعد من عصبیه. خوابم فقط. نه دروغ نگو. نه خواب عصبی نیستم. خصوصی خواب. بد نیست در مقابل عصبانی. خب باش. نه چیز رو مخته. همون دیگه عصبیه عصبی همیشه. سری همین الان دیدم. خیلی قول این میزن. خب باری کرده دست شما در نکنه ممنونم. خدا رو چه خوب میشناسم. این برمیگرده به عقبه. 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 یادم وقتی زیدی رفتین. خب اولین جایی که رفتین کجا بود؟ خیابون. آفرین. حضور پول. آهنگ. محلاتی. نگو بنویسین انو. زیر پل تو ماشین. تو ماشین باباش. کجا بود الان دقیقا؟ تو ماشین باباش. محلاتی. خیابون محلاتی. تو ماشین بودی؟ آره. آره. نگی؟ آره. خالق خواستگاری بیزه بزرگتر ببینیم. بگو حالا. بده بالا نبینه. نه آخریشو 22 آخریه 23. آخریه که هفته بعدش نامزد کردی. بله نمیدونم بردی دو. به من ربطی نداره. آدرس من دقیق نمیدونم. با شماره تلفن پدر. تلفن به درج آدم. 11 دو. 16. من اونو 11. من 11 دو فکر کردم. آفرین. علی بزن چند تا اشتباه گفته. اوکی. این حالا تاریخ چی بود؟ اگه گفتی تاریخ خاصه. ریدم. حالا تاریخ آشناییه این. تاریخ آشنایی محرم. پدر بنویس نگو. آشنایی یعنی چی؟ ما یه بار همدیگه رو دیدیم ولی با هم دوست نشدیم. همون که دوست شدیم. روزش هم باید بگیم. نه فقط ماهشو. ماهشو. آره. مهر. بابا بنویسید.
خب جفتش درسته گوسفند چه ماهی؟ درسته نه مهر دیگه چه میگی محرم؟ محرم من میلادی میگم. میشه نگی؟ میشه نگیم بلند نگیم قایم کنی با شبیه بنویسی به همین دیگه. غذای مورد علاقه اون یکیو میشه نگی؟ نه چی دوست داره؟ نگیو. چی دوست داره؟ یتیم چه؟ نه من دوست ندارم. خب چی دوست داره؟ بادمجون و نیمرو خیلی دوست دارم اینو آقا این چی دوست داری؟ پیتزا دوست داره بانم زهر پیتزا هم دوست دارم نه نوک قله برستش چیه؟ اون قانون سبزیه. خب چون نمیدونی خب ما هیچ وقت این سوالا رو از هم نپرسیدیم تو این 5 سال همیشه دعوا کردیم آفرین تو هم بادمجون راست میگه اینو منم میدونم آره من بادمجون تخمه. میگه تخم مرغ رفتیم تخم چند مرغ سال. محصولی از چیز ما اگه یه روز مهاجرت کردیم واسه من یه صفحه یه صفحه برو نگاه چه آدمی خر اگه یه روزی مهاجرت کردیم دوست داری کدوم کشور باشه تو برای فاطمه رو بنویس من کدوم کشور باشم یا نگو. نه برای خودت بنویس میخوایم بعد تست ببینیم کی کیو نه بیشتر بعد واسه میشناسه منو بنویس. میبینیم الان اینجا آره هر کی برامونی که نمیدونم فرام قطعا تو باشی؟ ایران دوست داره. کجا دوست داری بری؟ من تازه بهش فکر خب بگو حالا که فکر نکردم ولی همین کانادا. کجا می‌خوای بری؟ تو بگو. نشه کانادا تو هم نشه کانادا لوزر من کانادا رو دوست دارم. تو برای خودت دوست بنویس دارم. من چیز دوست دارم دبی آخه جاره. ماشین به جز 207 چی دوست داره بنویس من اونم میدونم چی دوست داره. خب بنویسی خب اینجور خیلی یه جوری هم. جز 207 چی دوست داره؟ آره ماشین مورد علاقت مورد مقابل خیلی چیزا دوست داره. اون نوشتی یکی هم چی دوست داری تو؟ نمی‌دونم چیه من افتی. تو چی دوست داری؟ افچه کروز تو چی دوست داری؟ افچه کروز. کروز نوشته لنکروز من کروزم کلا هر چی شاستی هر چی باشه. شاستی هر باشه چی دیگه. شاسی با شاستی گی باشه باشه گی ایکس باشه. 55 میاد. شاستی باشه گی لیفان باشه. ایکس نوشته مزدا مزاتیری دوست داره با یه ماشین است من یه افتی. دونه بود داره میگه FG نه یه دیگه ماشین تیگو 8 پرو نه. تیگو 7 پرو تیگو 8 پرو مکس بابا از این ماشین تیگو 7 پرو اسپورت مکس هست نیسان اون جی پسر تی آر اسمش سونیک بود اون پسر جی تی جی تی دوست خب داره نوشتی مزاتیری مزاتیری و جی تی چرا دوست داره اولیش کیه؟ اولی تو همه چی افتی کروز اف بعد کروز جی یه تی اشتباه بعد- نوشته علی زبدر رو بزن آره دیگه. بعدی اولین سفرتون کجا رفتید با هم بجز شما هیچ جا. هیچ جا محصل کجا رفتید شما. ما اصلا نرفتیم آره ما اصلا نداشت. زاکتمان. اولین بار که هم دیدی کجا بود ببین گفتیم دیگه کجا بود دیگه کجا بود خب گفتیم دیگه زیر پل نه اولین باری که هم دیگر دیدیم چشتون خورد به چش هم تو عزیز دلم درسته اینو منم میدونستم که اولا بود کانال تلگرام افتاده دمت گرم یه فوش خب یه فوش برای کسی که نوشته هنوز مرزاد پسرتونه یه فوش سری بزرگ 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 بنویس آقا بزرگ بنویس فرهاد نه این نهایت سانسور میکنه قرمساق این از اینو سانسور کن ولی اوکی آخ خسته نباشید تموم شد ویدیو ممنون آخر ویدیو رو ببینید کی برنده چون من یادم نمیاد من مثلا برنده شدم بله مرسی ویدیو رو تماشا کردید بگو لطف کلتون کامنت لایک کامنت سابسکرایب زنگوله الان هست ولی خوب